مشکل اصلی آریانا سعید با ستاره هاشمی معلوم شد. ستاره هاشمی کیست که این روزها بلای جان هنرمندان شده است؟ ستاره هاشمی در کدام کشور زندگی می کند و رابطه جنجالی ستاره هاشمی با مهراج وفا، هنرمند محلی خوان کشور؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. ستاره هاشمی یکی از هنرمندان خوش صدای افغان، کاملا جوان و تازه کار که کمتر از 6 ماه می شود در هنر موسیقی افغانستان قدم گذاشته. آهنگ‌های بیشماری برای دوستداران و طرفداران هنر موسیقیش می سراید. ستاره هاشمی در اصل تابعیت کشور کانادا را دارد. وی در تیک تاک گیم بازی میکرد و آهنگ‌های احمد ظاهر را زمزمه میکرد و کمک و تشویق دوستداران و طرفداران هنر موسیقیش توانست آهنگ‌های نشر کند که به یکبارگی نام ستاره هاشمی در میان هنرمندان خانم افغانستان گل کرد. اما ستاره هاشمی را رقیب آریانا سعید می داند، ولی کارهای آریانا سعید کاملا خاص بوده است و هیچ کسی نمی تواند با آریانا سعید در رقابت هنری باشد. اما بیان می کند ستاره هاشمی یا صنم سعیدی هر دو یکی هستند. اما صنم سعیدی در کشور ایران زندگی می کند. یکی از اشتراک کننده های برنامه ستاره افغان بود که توسط آریانا سعید رد شد. ستاره هاشمی آهنگ‌های دوگانه با مهراج وفا، یکی از هنرمندان محلی خوان کشور، سرود که همه میگویند گویا رابطه عاشقانه میان ستاره هاشمی و مهراج وفا باشد. اما مهراج وفا ازدواج کرده است و در کشور ایران با همسرش زندگی خوش و آرامی دارد. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این جوانان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران ستاره هاشمی و آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر، امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.